خب سلام فاطمه جان، وقتت بخیر باشه. حالت چطوره؟ مرسی، ممنون، عالیم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. واقعیتش این که منم عالیم از شنیدن خبرهایی که دیروز شنیدم. واقعا حالم خوبه، خیلی خیلی هم خوشحالم و بهت افتخار میکنم. واقعا ترکوندی. خب مرسی از شما. اگر میشه یه معرفی کوتاهی داشته باش. چشم، حتما. من فاطمه هنرمند هستم. 20 سالمه. دانشجوی سال سوم رشته نقاشی دانشگاه باهنر کرمانم و از سال دوم دانشگاهم تصمیم گرفتم که دیگه زبان ایتالیایی رو شروع کنم و زبان هنر دیگه. دقیقاً و علاقه‌مند شدم که این زبان رو یاد بگیرم. یعنی دقیقا از پارسال. دقیقاً، بله. چه عالی. خب عزیزم، چجوری با لینگوا تودی آشنا شدی؟ من راستش رو بخواین خیلی دنبال یه مؤسسه زبان بودم. اولا که اون زمانی که من شروع کردم اصلا خب اوایل، یعنی کرونا بود اون زمان، یعنی توی دوران خیلی شدید کرونا بود و اینکه من میدونستم که کلاس‌های آنلاین هست ولی اصلا اونقدر بهشون ایمان نداشتم، یعنی فکر کردم برای من جواب نمیده و دنبال کلاس حضوری بودم، ولی کلاس حضوری پیدا نکردم متاسفانه. مخصوصا من کرمان هستم. کرمان هیچ جایی نبود برای زبان یعنی اصلا ایتالیایی و مؤسسه ای نیست که این زبان رو ارائه بده؟ نه نه اصلا نیست. کرمان زبانهای فرانسه و اسپانیایی رو خیلی قوی، مهم. یعنی آموزشگاه همه جا دارن و کار میکنن، ولی ایتالیایی متاسفانه هیچ مؤسسه شاید نیست هم که کار کنه. خوشبختانه. آره اینم میشه. خب. و من دیگه افتادم دنبال پیدا کردن، دیدم واقعا هیچ راهی نیست و شروع کردم به گشتن برای پیدا کردن یه مؤسسه یا یک استاد خوب که بتونم شروع کنم از اول. و خیلی گشتم تا توی اینستا خیلی شانسی پیج مهیا رو داشتم، مهیا که مهم. چند زبانه است، مهم. و یه روز شما رو معرفی کرد و دیگه وارد پیجتون شدم. چند تا رفتم چند بار ویدیوهایی که دارین رو دیدم و خیلی علاقه‌مند شدم و ثبت نام کردم. بسیار عالی. خب یه تاریخ کم و بیش دقیقی یادت میاد به ما بگی؟ چون الان گفتی که سال سوم هستی و از سال دوم شروع کردی. من دقیقاً اتفاقا تاریخش رو نوشتم یادمه، دقیقاً چقدر 12 خوب. شهریور 1400 من اولین کلاسم با شما شروع ماشاءالله. خب کردم. فاطمه جانم، با چه سیستمی شروع کردی؟ یا کلا بهتر بپرسم این که آنلاین خوندی یا آفلاین خوندی؟ من اولش کورسای آفلاین رو تهیه کردم، ولی خب یه حالت نیم کورس اوراله کوچیک بینش، مهم. یعنی کنارش داشتم و تهیه کرده بودم که آفلاین، یعنی دست خودم بود، هر چقدر میتونستم میبردم جلو و توی اون کلاس اورالم خب با همدیگر میدیدیم و صحبت میکردیم درسته. درباره درسایی که که برده بودم عمومی جلو هم و بود، کار. این رو ذکر بکنیم که آره، عمومی آره، بود. کلاس های دقیقا، لینگوا آره، تودی بچه ها به صورت خصوصی برگزار نمیشن. خب. دقیقا. من آفلاین ادامه دادم، ولی رسیدم به جایی که دیدم که نمیتونم درس ها رو ببرم جلو، یعنی مثلا خیلی روی یه درس میموندم یا زمان خیلی زیادی براش میذاشتم یه جوری و وسواسطور داشتی میخوندی، یادم دقیقا، میاد، الان واقعا یادم آره، اومد. آره، خیلی گیر میدادم به یه درس و یه اشتباهی هم که من میکردم، من زبان رو به چشم یک مهارت جدید نگاه نمیکردم، یعنی مثل پستای اینستاگرامی که هی تبلیغ میکنن که مثلا اگر بیکارین، مثلا میخواین یه تفریح داشته باشین، برین یه مهارت جدید یاد بگیرین. من همش دیدم این بود که یه مثلا بحث تفریحی مثلا آموزشی. دقیقاً،
دقیقاً. یعنی مثلا من 2 روز کلاس مثلا همون اوراله رو داشتم، مثلا 2 ساعت قبلش یکم به میخوندم، به. کار میکردم و به حساب خودم تازه فکر اعترافات کردم من خانم هنرمند. خب دقیقاً. تازه مثلا فکر کردم که من دارم وقت خوبی برای زبانم میذارم و یه جایی به بعد دیدم که این سیستم جواب نمیده به من و با شما هماهنگ کردیم و هم که صحبت کردیم، یه جلسه مشاوره داشتیم و تصمیم بر این شد که من وارد کلاس‌های آنلاین برم که یک سیستم و چارچوبی داشته باشه که مثلا من تا جلسه بعد گورت مجبور کنیم که باشم مجبور شی بخونی. خب دقیقاً مجبور باشم خودم رو به اون درس برسونم و ازش بگذرم، عبور کنم. و اینجوری شد که من از یعنی تا درس 4 اسپرسو 1 رو من آفلاین خوندم و از درس 5 آنلاین وارد کلاس‌های آنلاین شدم. خب آره بعدش یعنی وقتی که وارد کلاس‌های آنلاین شدم باز دیدم مثل قدیم بود که آره مثلا من یه تایم کوچیکی میذارم و اینا، ولی خوشبختانه، واقعا خوشبختانه توی یه کلاس خیلی فعال و خوب قرار گرفتم و واقعا دیدم که دید من به زبان آموزی اشتباهه، چون هر مهارتی نیاز به تکرار و تمرین خیلی زیادی داره و خب بچه‌ای بودن که همه مثلا اکثرا یا ایتالیا بودن یا خیلی جدی داشتم میخوندم برای دانشگاه و من اولش خیلی برام سخت بود چون من اون تایمو نمیذاشتم و ولی بچه‌ها هر جلسه به جلسه واقعا داشتن پیشرفت میکردن و من احساس میکردم که عقب افتادم، احساس میکردم من هیچ پیشرفتی نمیکنم و یعنی یک همش حس این رقابتی در تو به وجود اومد که چطوره که ایکس دقیقاً داره زمان میذاره و اینقدر داره پیشرفت میکنه و من یه جورایی دارم درجا میزنم. دقیقاً متاسفانه اولش هم با یه حس خیلی بد نسبت به خودم بود که آره مثلا تو زبان رو متوجه نمیشی، تو مثلا من برام زبان یاد گرفتن سخته یا مثلا من نمیتونم، این زبان سخته و فلان و اینا. ولی از یه جایی به بعد دیدم که نه، من دارم تایم کمی رو میذارم و واقعا مثلا میدیدم بچه‌های دیگه از هر فرصتی برای این پیشرفت استفاده میکنم و حالا من یه پرانتز شروع کردم. کوچولو باز کنیم فاطمه جان اینجا، با توجه به اینکه شما اشاره کردی به اینکه فکر کردی شاید کلا زبان آموزی برای تو سخته و زبان رو سخت یاد میگیری، میخوام اینجا یه پرانتز باز بکنم و راجع به پیشینه یادگیری یک زبان با تو صحبت بکنم. و همه ما قاعدتا از مدرسه حداقل زبان انگلیسی رو شروع کردیم و کم و بیش آشنایی داریم باهاش. حالا خیلی ها کلاس زبان شرکت میکنن، خیلی ها نه، بسنده میکنن به همین که بتونن کنکور رو بگذرونن. برای تو به چه شکل بوده و چرا این تفکر در تو ایجاد شده بوده؟ خب من زبان انگلیسیم یه سطح متوسطی داشت، واقعا میتونم بگم حتی یه جاهایی میتونم بگم متوسط رو به پایین، چون از لحاظ گرامری خیلی توش اشکال یعنی بگیم دارم. یعنی مثلا ادوه بیونو بودی؟ بیونو، آره مهم. آره، ادو بیونو بودم و متاسفانه جایی که میرفتم برای یادگیری زبان انگلیسی یک محیط خیلی خشک و رسمی داشت و اینکه مثلا ما فقط هی بعد یه چیزی رو حفظ میکردیم، یعنی بیشتر حفظی بود این مهم. پیشرفتمون و این درس خوندنه و کلا چون چندین سالم بود میرفتم و خب بالاخره برای مدرسه، یعنی هر خانواده ایرانی 100% این چیزو داره که به زور یه دوره بچه ها رو فرستاده کلاس زبان و خب خب حالا توی مدرسه و کنکور که قشنگ اجباری میرفتم و بعدش دیگه رها کردم و این حس بده بود از قبل که مثلا یعنی حالا یه من عذاب نمیتونم. وجدان کوچولویی هم همیشه همراهت بوده که من زبان انگلیسی رو حالا نتونستم توش موفق بشم، پس در نتیجه این زبان رو هم، یعنی یک نتیجه گیری خیلی ساده توی ذهن تو ایجاد می شده. دقیقاً یعنی اصلا یه الگو بود که
نه کن تو نتونستی، نگاه نمی‌کردم که شاید مثلا این روش برای تو جواب نمیده. شاید من اصلا ولی بلد نبودم چجوری زبان بخونم. درسته؟ دقیقا چون ما دقیقا توی لینگوا تودی بیش از هر چیزی داریم به این میپردازیم که هر مهارت رو چجوری تمرین بکنید، چجوری اصلا زبان رو یاد بگیرید و چجوری توی خونه من به تنهایی تمرین کنم. چون بارها دیده شده که بعضی از اساتید میگن از صفحه فلان تا صفحه فلان یک سری تمرینات مکانیکی رو میدم به زبان آموز و زبان آموز هم چون این شکلی تمرین میکنه در نتیجه فقط انگار داره برای یک سری جای خالی و وصل کنید آماده میشه و خروجی نداره، یعنی نه میتونه صحبت بکنه نه میتونه بنویسه. در صورتی که ما تمام سعیمون بر اینه که از همون جلسه اول شما تمرین نوشتاری و صحبت کردن داشته باشید. و چی شد که حالا دقیقا این شیفته اتفاق افتاد، یعنی شیفت تفکری از اینکه من زبان آموز خوبی نیستم به اینکه من زبان آموز خوبی هستم و من میتونم. آره. خب من وقتی که این حس بهم وارد شد که من نمیتونم، یعنی واقعا من شاید از پس این زبان بر نمیام یا من اصلا کلا یادگیری زبانم کنده و این فکرها کردم، خب باعث شد که من و بچه ها هر روز داشتن پیشرفت میکردم و باعث شد که من بترسم و کلاس ها رو شرکت نکنم و همینجور کم کم و غیبت های من شروع بیشتر شد. کردی به غیبت کردن، یه جلسه، دو دقیقا جلسه، سه جلسه. خب شاید دقیقا بهتر باشه و برم مدرکش رو پیدا کنم و بذارم. خب دقیقا یعنی یادم آخرای کتاب اول بود، یعنی من واقعا یه درس رو کامل اصلا نبودم توی کلاس، بله مثلا و 4 یه جلسه درس حدود، غیبت داشتم. دقیقاً یه درس حدود 4 جلسه 2 ساعته طول میکشه. خب دقیقا و اینجوری شد که شروع کردم به غیبت کردن و شما دیگه اومدین گفتین که فاطمه جان چی کار داری میکنی و شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن و مشاوره گرفتن و کم کم به قول خودتون حقیقا این روش های درست یادگیری زبان رو به من یاد دادیم و واقعا کم کم تونستم باور کنم که نه، یعنی من مشکلی ندارم، توانایی من مشکلی نداره، مشکل از مدت زمانیه که دارم برای درسم میذارم و اینکه تمرینم کمه، یه جاهایی واقعا مثلا از روی یه سری چیزام میپرم یا نمیخونمشون، فقط میخوام تمومش کنم. ولی شروع کردم کم کم وقت گذاشتم و سعی کردم با اون ترسه مقابله کنم و کم کم کلاس‌ها رو شرکت کنم و و بعدش وقتی شرکت کردی دیدی که خودت هم داری پیشرفت میکنی، یعنی این پیشرفتی که در دیگران دقیقا میدید توی خودت هم میدیدی. دقیقا دقیقا کورس اوراله اونو بود بعد از این ماجرا که با هم صحبت کردیم و من بهتون قول دادم که من دیگه غیبت نمی کنم و شروع کردم. اولاش هم خیلی میترسیدم، مثلا یه چیزی رو میدونستم ولی از اون استرسی که داشتم مثلا سوتی آه آه آه. میدادم. من جلسه خیلی اولش رو یادمه که صدات میلرزید قشنگ، دقیقا من حتی نمیدیدمت ولی از پشت انگار صحنه خبر داشتم میدیدم که عرق کردی، استرس داری و بغض، حتی یه وقتایی واقعا بغض میکردن. آره. و بعد و بعد دیگه وقتی که شروع کردم توی اون 10 جلسه بود فکر کنم کلاس اوراله دقیقاً اونو. اوراله های سطح بندی شده هر کدوم 10 جلسه. دقیقا شروع کردم. البته غیبت کردم ولی نه در اون خیلی حد، یعنی کم، مثلا خیلی محدود. آره یه دو سه تا غیبت داشتم و کم کم یعنی اون ترس ریخم با بچه ها بیشتر اخت شده بودم، ازشون کمک میگرفتم، یعنی کم کم قلقش داشت دستم میومد که من چجوری باید زبان بخونم، چه روش هایی داره، چی کار باید بکنم. کم کم شروع کردم الگوهای تکرار رو انجام دادم، تکنیکشو و یعنی سر این کورس اوراله اونو من راه افتادم و یکم اینجوری بودم دقیقاً که ای به وای معنای فاطمه تو هم واقعی میتونی. کلمه راه افتادی و جلسات آخر دقیقا دیگه خیلی راحت و روون صحبت میکردی. دقیقا
و اصلا اون ترسم از صحبت کردن ریخت، چون خیلی اولش ترس داشتم که مثلا من نمیتونم، یا مثلا بچه‌ها یه کلمه میگفتم معنیش چی میشه، ولی خیلی زود یعنی کم کم قلقش اومد دستم و راه افتادم. و بعدش کورس دوباره آنلاین ادویه رو داشتم و اینجا تا درس 3 ادویه آنلاین باهاتون کار یعنی کردم. همینجوری شیفت دادی آنلاین آفلاین آنلاین آفلاین. خب دقیقا ثبات نداشتم. ولی خب بعدش خوبیش این بود که اون لحظه‌ای که نیاز داشتی تونستی آنلاین رو شرکت بکنی، اون لحظه‌ای که نیاز داشتی تونستی از طریق ویدئویی آفلاین و با پشتیبانی 100% پیش بری. این دقیقا مزیتیه که فکر میکنم هر نوع کلاس زبانی نداشته باشه و اینقدر راحت نباشه شیفت دادن بین اینا. دقیقا همینجوره. بعدش حالا هم به دلایل شخصی هم واقعا نشستم و نگاه کردم، دیدم که من این رشته‌ای که الان هستم و نمیخوام و دوست دارم که توی رشته دیگه تحصیل کنم و تصمیمم برای آزمون چیز قطعی شد که آقا یعنی من میخوام زمانی که درس امسال 3 اسپرسوی 2 بودی دقیقا و از میشه لحاظ 14 خرداد 1401. یعنی 14 خرداد تو تصمیم کبرا گرفتی که من دیگه نمیخوام توی این رشته درس بخونم، میخوام هرچه زودتر مهاجرت بکنم به ایتالیا و اولین سد بزرگ باید توی آزمون چیلز یا چلی B2 شرکت بکنم، مدرک بگیرم تا بتونم بقیه مراحل رو پیش ببرم. دقیقا. و یه چیزی هم که بود، میخواستم همین امسال قبول بشم که بتونم یعنی برای سال دیگه اقدام کنم و ایتالیا باشم. و خب با شما یه وقت مشاوره گرفتم و با هم نشستیم به صحبت کردن و تصمیم بر این شد که من آذر امتحان بدم. و آذر برای یا شهریور؟ نه اولش قرار بود آذر آها. امتحان بدم، واسه همینم من خیلی واقعا یهویی عذرخواهی شد. میکنم بچه ها ازتون، تعدد زبان آموزان بعضی وقتا این تاریخ ها رو توی ذهن من جابجا میکنه. پس اول تصمیم بر این بوده که آذر امتحان بدی. دقیقا. منم البته شما تقسیم من از بس شیفت میکنم. قرار بود آذر امتحان بدم و خب چون از طریق آنلاین اگر میخواستم بخونم به تایم نمیرسیدم، برای همین دوباره رفتم کورس آفلاین رو تهیه کردم با اوراله اونو ادوه. اوراله اونو رو یه بار دیگه گذروندم، تکرار کردی. دقیقا یادمه. دقیقا که یه دوره هم روی کتاب اول داشته باشم و بعدش شروع کردم به صورت فشرده با کورس آفلاین در ادویه رو بخوندن و خیلی خوب بود که بعد از کورس آنلاین یعنی این اتفاق برام افتاد، چون توی اون مدت زمانی که گفتم قلق درس خوندن به صورت حالت آنلاین آفلاین دستم اومده بود اون و وسواسه از بین رفته بود. وسواس توی درس خوندن، وسواس فکری، این که شاید من این تیکر خوب نفهمیدم پس یه 10 روز دیگه هم وقت بذارم پاش. درسته؟ دقیقاً یعنی بود. دقیقاً قلقش اومده بود دستم و فقط میخوندم، کار میکردم و میرفتم جلو تکلیف و میفرستادی کتبی شفاهی و همه چیز منظم مرتب تا دقیقاً تا فکر کنم اوایل مرداد بود، که اواخر خرداد بود، یعنی این چند هفته گذشت و مدرسه تعیین کرد که آقا یعنی دانش آموزایی که مال مدرسه هم نیستن میتونن شهریور آزمون بدن. و قرار شد که به من گفتیم که شهریور بریم آزمون بدیم که یعنی جبرانیش بیفته اسفند که بتونم. خب بچه من اینجا یک پرانتزی باز بکنم، یه چند تا اطلاعات بهتون بدم. اول از همه این که برای به دست آوردن اطلاعات دقیق و موثق همیشه به سایت های رسمی مراجعه بکنید. مثلا به سایت دانشگاه سینا در ایتالیا برای آزمون چیلز، به سایت دانشگاه پروجا برای آزمون چلی و همینطور سایت مدرسه زبان ایتالیایی تهران برای چیلز و همینطور سایت مدرسه زبان ایتالیایی توی اصفهان یا مدرسه سخنسرایان
و اطلاعات دقیق چیلز و چلی رو از این سایت ها مطالعه بکنید و به حرف هیچ کسی اعتماد نکنید، چون سال به سال حتی آزمون به آزمون یک سری از این قوانین تغییر میکنه. قانونی که الان فاطمه جان در موردش صحبت کرد ممکنه اصلا و ابدا در حتی آزمون بعدی صدق نکنه. یعنی ما این رو نمیتونیم اصلا چی میگن نادیده بگیریم این قضیه رو که قوانین همواره در حال تغییر هستن. اون موقع به این شکل بود که ما نمیدونستیم که بچه‌هایی که غیر از مدرسه هستن، یعنی زبان آموزایی که در مدرسه درس نمیخونن، هم آیا میتونن شهریور امتحان بدن یا نه. و این اتفاق افتاد. خوشبختانه گفتن که میشه امتحان بدن. بنابراین تعداد خیلی زیادی از زبان آموزان من که در سطح ادویه بودن، حالا اواخرش اواسطش فرقی نداشت، تصمیم گرفتن که آزمون رو به صورت آزمایشی هم که شده شرکت بکنن تا با محیط آشنا بشن، با نحوه برگزاری آزمون آشنا بشن. اصلا اگر شهرستان هستن و تهران نیستن این سفر رو داشته باشن به تهران تا همه چیز رو تجربه بکنن. و همیشه میدونیم که چقدر این امتحان کردن و آزمایش کردن جواب میده روی آزمون اصلی ما. بنابراین یک تعداد زیادی به این شکل شرکت کردن، یعنی در سطح ادویه بودن، تصمیم گرفتن و فشرده تر خوندن و شرکت کردن. فاطمه و خیلیای دیگه حداقل توی یک مهارت قبول شدن، حتی با وجود اینکه ادویه بودن. خب فاطمه جان دقیقاً. و من اولش که قرار شد شهریور امتحان بدم خیلی ترسیدم، چون که خیلی یعنی تایم خیلی کمی داشتم و اصلا فکر کردم که اصلا نمیتونم یعنی برسم به سطح از اول تیر تا 16 از اول مرداد. از اول مرداد؟ تیر. نه دیگه از اوایل تیر تا اواسط شهریور وقت داشتی، یعنی دقیقاً 2.5 ماه وقت داشتی. دقیقاً آره. و در سیستم واقعا اسپرسوی 2 بودی تقریبا. دقیقاً آره. و واقعا فکر کردم که نمیرسم، ولی دیگه با راهنمایی شما تصمیم گرفتم که امتحانو بدم و شما همش بهم میگفتین که جوش نزن، خودتو میرسونی، حداقل 2 مهارت رو قبول میشی و همش اینو تاکید میکردین و خیلی خیلی خوشحالم که این امتحانه رو دادم و دیگه شروع کردم به صورت فشرده با کورسای آفلاین. خودم میخوندم و دقیقا همینجور تکالیف رو میفرستادم و صحیح میشد، دوباره میرفتم جلو. میتونیم یه لحظه کورس هایی که داشتیم میگذروندی رو نام ببریم؟ حالا شاید کسی نیاز به این اطلاعات داشته باشه. اسپرسو رو میگذروندی، گرامر تخصصی و حل تمرین گرامر، درسته؟ دقیقا. این ستا رو در کنار هم میگذروندی و همینطور حالا اینا همه آفلاین بود. برای بخش آنلاین که میخواستی مهارت صحبت کردنت رو هم تقویت بکنی توی کلاس اورال شرکت میکردی. دقیقا اوراله ادویه. دقیقا. و رسیدیم به یه جای دیگه، اواسط مرداد بود، کلاسای تکنیک داشتن شروع میشدن و ما اومدیم بر اساس عملکردی که تا الان یعنی تا اون موقع داشتم یه گلچینی کردیم که حالا مثلا برای کلاسای تکنیک تمرکزم روی کدوم بخشا و تکنیکا باشه و دیگه از اونجا به بعد چون میدونیم چون هنوز سطح هم نرسیده بود، یعنی میشه گفت حتی ادویه واقعی هم نبودم، چون که از لحاظ گرامری یه سری اشکالات خیلی پایه داشتم که به دلیل همون هی غیبت‌های زیادم، هی قطع و وصل کردن‌های دفعه اول، این اشکالات گرامریه یعنی اونام خیلی زیاد شده بود. یه سوال من این وسط از جانب بینندگان ازت بپرسم، این وسط اسپرسوی 3 و 4 چی شدن؟ کارشون نکردم، انجام ندادم. اسپرسوی 3 رو یه کوچولو روش کار کردی، درست میگم؟ حالا تا خود روز آزمون
روی یه چیزایی تونستی کار بکنی؟ فقط کلمات و یعنی متونش، بررسی متون، همونجوری که بهمون یاد داده بازم به بودین صورت که آفلاین فقط متونش رو آره بررسی کردی؟ دقیقا، یعنی اصلا وقت نکردم که بتونم گرامرشو یا درس دیگه، یعنی یعنی مثلا تخصص قشنگ لای بخونم. گرامر رو باز نکردی توی سطح نه B1 B2؟ اصلا. بسیار عالی. آره و فقط متونش رو بررسی کردم، متون درس 1 تا 3 اونم، یعنی نشد کلش، فقط درس 1 تا 3 متونش رو قاعدتا بررسی توی 2 ماه کردم. و نیم نمیتونستی هم ادوار بخونی، هم بیونو رو بخونی، هم کلاس تکنیک شرکت کنی. خب دقیقا. حالا میتونی به من بگی که کلاسای تکنیک آزمون به چه صورت بود و خودت چجوری تمرین میکردی بعد از کلاس؟ بله حتما. کلاس های تکنیک خب 2 بخش بود، یکی برای یکی شفاهی، یکی کتبی و من بر اساس اون مشورتی که با هم دیگه کرده بودیم و اینکه سطح هم هنوز خیلی پایین بود، من واقعا به این منطق رسیده بودم که شفاهی رو من نمیتونم الان توی این مرحله اول شهریور برسونم خودم رو به سطحش و شفاهی رو شرکت نکردم، فقط یه جلسهش رو شرکت کردم یک و جلسه شرکت کرد و توی اون یک جلسه درخشید. من حتی ویدیوش رو دارم و شاید بذارم توی این در واقع مصاحبه که ببینن و لذت ببرن که با سطح ادویه چجوری از پسش برمی اومدی. ولی زمان در هر حال کم بود، یعنی هر جوری هم دقیقا حساب میکردیم کم بود و اگر تو میخواستی روی هر 5 مهارت سرمایه گذاری بکنی اون دوتا رو هم قبول نمیشدی. دقیقا همینجوره. و حالا بر اساس شخصیتی که من دارم، جوری که میرفتم جلو پیش میبردیم، این تصمیم رو گرفتیم که تمرکزم رو بذارم روی تکنیک لتورا و اسکولتاره ولی باز کلاس های تکنیک من کلش رو از اول تا آخر شرکت کردم، چون واقعا یه سری جاها مثلا توی تکنیک های گرامر واقعا به درد اسکولتو و لتورا میخورد و کلش رو شرکت کردم و من و دارم به این فکر میکنم که در تمام طول مسیر به تمام صحبتهای من قدم به قدم گوش کردی و عمل کردی و این دقیقا نتیجه عمل کردته. چون من توی جلسه توجیهی که گذاشته بودم یادم میاد دقیقی که بهتون گفته بودم بچه ها حتی اگر 1 مهارت 2 مهارت اصلا 4 مهارت رو میخواید روش سرمایه گذاری بکنید همه کلاس ها رو شرکت بکنید، چون نمیتونیم یک آزمونه به هم پیوسته رو بیایم و انقدر خوردش بکنیم جدا بکنیم. به هر حال توی هر بخشی یک همپوشانی وجود داره همونطور که دیدید. دقیقا. و کلاس ها رو شرکت کردیم. دقیقا خب یه تایم صبح تا بعد از ظهر تایم کلاس بود، بعدش هم که بهمون تکالیف رو میدادین، اون تایم عصر به بعدش تا شب تا فردا که کلاس شروع میشد وقت داشتیم تکالیف رو انجام بدیم و بفرستیم. و خب اون دوره اون کورس تکنیک خیلی خوب بود، چون که یه چیز هدفمند بود و همه بچه ها خیلی فعال بودن، می اومدیم سر کلاس میفرستادیم اونا و خیلی به من چسبید بعد از یه مدت آفلاین کار فشردگیش خیلی کردن. به چسبید. آره ولی خیلی جامع بود، یعنی خیلی خوب بود، یعنی واقعا منی که هنوز سطحم نرسیده بود با یه سری تکنیکا تونستم برسونم و از پسش بر بیام. و اینم از کلاس تکنیک و دقیقا یه سوالی برام پیش اومد، مثلا برای اسکولتو تو فقط زمانی که تکنیک رو شرکت کردی تمرین اسکولتو میکردی یا همون زمانی که شروع کردی به زبان آموز شدن و یادگیری این که چطوری زبان رو بخونی انجامش دادی؟ نه واقعا از وقتی که زبان آموز شدم، یعنی دقیقا از شروع ادوه بود که من میگم اون دستم اومده بود چجوری باید
زبان بخونم.